إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. برادران مسلمان، دوستان عزیز، امروز در ارتباط با یکی از اوقات و زمانه‌های بسیار مهم که ما و شما انشاءالله که در او اوقات قرار میگیریم، اعمال و عبادات و اطاعات در روز ذوالحجه که تمام مشکلات ما و شما را انشاءالله به شرطی که ادامه بدیم به این اعمال الله متعال حل می سازد. جنگ و آدم کشی و بی‌امنی در این سرزمین ما و شما موج می زند. اکثریت اسبابش از نافرمانی و گناه ها و بی‌پروایی و غفلت مسلمان هاست که مسلمان ها مسئولیت های خدا را درک نمی کنند. وظایفی که مسئولیت هایی که از جانب خالقشان برشان سپرده شده و الله متعال کتاب آسمانی را نازل کرده، آخری نبی خدا روان کرد که مطابق دستور الله، فرمان و حکمش و هدایات پیامبر عمل کنین. در دنیا هم بهترین نوع زندگی است، در آخرت هم. اما مسلمان ها غفلت میکنن، بی‌پروایی میکنن، مسئولیت ها و مکلفیت های خدا را انجام نمیتن، بلکه برعکس آنچه که به ضد حکم الله است، به ضد هدایت پیامبر است، او را عملی میسازند و به او مردم دعوت میتن و در او را جان میتن و در او را مال خدا را مصرف میکنن. اینجاست که الله متعال عذابهای مختلف سر از اینا میارد. ای تو انسان ها و ای تو مسلمان ها در دنیا هم ذلیل هستند، محکوم هستند، در عذابهای مختلف گرفتار هستند، در آخرت به طرف آتش میرن. بین که اصلاح شویم، مسئولیت های خدا، وظایف خدا درک کنیم که الله چی میگه، ایمان بشناسیم. ایمان عقیده است که الله چی میگه، رسولش چی میگه، علم دستور الله، قانون الله را یاد بگیریم که کتابش است و سنت پیامبر است و به او عمل کنیم. اینی سبب نجات از این مصیبت ها و سبب کامیابی و رفاهیت و امنیت و صلح و آشتی، همه چیز، همه نعمت ها، همه نعمت ها را الله توسط از این میده. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله میگه اگر اهل قریه ها و شهرها آمنو، ایمان بیارن، صحیح ایمان، ایمان شرعی، ایمانی که قرآن میگه، نه ایمانی که یک کافر و فاسق و بیدین برات معرفی میکنه، ایمانی که الله برات میگه، و ایمان بیارن، واتقوا، تقوا کنن،
تقوا یعنی هر دستور ایمان عملی کنه و از هر چیزی که ایمانش الله برش منع کرده و نهیش کرده از او اجتناب کنه. سعی که در دو جمله الله بیان کرده لفتحنا، حتمی الله می حتمی لام بر تاکید، ما باز میکنیم و میگشاییم به اینها به انسانها برکات من السماء، برکات، خیر، منافع، نعمتها از طرف آسمان و زمین. زمین امن، از بالا بارانها، نعمتهای الله میاد، مرضها و مصیبتها همش دور میشه. ایمان و تقوا، ایمان عقیده را میگه، تقوا اعمال را میگه، هر دوش سبب نزول رحمت و برکات الهی است. ولکن کذبوا، لیکن تکذیب کردن. کافرها هیچ قبول نداره، مسلمان ها تکذیب عملی کردن، عمل نمیکنن. فاخذناهم، گرفتیم اینا را به عذابها، بما کانوا یکسبون، به سبب گناهایی که اینا کسب میکردن. سعی کنین گناه ها سبب عذاب است. الله متعال بر ما و شما در بخش عقیده می فرماید که و ربک یخلق ما یشاء و یختار، رب تو خالق شما انسان ها، تو انسان ذاتی است که یخلق و خلق می کند، پیدا می کند هر چیزی را که بخواد. ما یشاء، آن چیزی که اراده کنه الله خلق می کند. وجود ما و شما را پیدا کرد، ما شما نخواسته بودیم، الله اراده کرده است. و یختار، و انتخاب می کند یک چیز، یک زمانه را یا یک مکان یا یک انسان، الله انتخاب می کند. ما کان لهم الخیره، برای مخلوقات اختیار نیست که کی را پیدا کنه کی را نکنه، کدام قانون نازل کنه کدام نکنه، چقدر رزق پایین کنه و چقدر نکنه. این اختیارات کارهای کلان کلان الله متعال میکنه. سبحان الله و تعالی عما یشرکون، پاک است الله، بلند است از کسایی که اینا شریک میکنن. از جمله رحمتش به بالای بنده‌ای است که الله بعضی اوقات برتری داده است، برتری و فضیلت و شرافت و مرتبه داده است. بعضی اوقات، بعضی زمانها را، بعضی روزها را زیاد فضل و زیاد ثواب و زیاد در کم عمل زیاد ثواب ها را الله تعیین کرده است. این اختیار الله است تا که انسان ها به او توجه کنند و اعمال خودان را زیاد بسازند، عقیده خودان را درست کنند، به دو زمان ها و اوقات از یک دیگر مسابقه کنند به اعمال نیک. فاستبقوا الخیرات، یعنی از یک دیگه تون پیشی کنین در این اعمال. از اون جمله در روز ذوالحجه است. ما فعلا ما و شما در 29 ذوالقعده قرار داریم. این دیگه انشاءالله که فردا یا پس فردا دیگه ذوالحجه شروع می شود، روز شنبه. روز جمعه که آفتاب غروب می کند، پیش از غروب آفتاب بعضی اعمال متوجه ما و شما می شود. یکی است که عبادت کردن در روز ذوالحجه. الله این در روز و شبهایش قسم یاد کردگی است. بسیار مفسرین میگه که در روز ذوالحجه و شبهای زیر الله در قرآن یاد کرده. در سوره فجر والفجر و لیال عشر، قسم از با وقت صبح و لیال عشر و شبهای 10 گانه. اکثر صحابه میگن که 8 ذوالحجه است، یعنی در روز ماه ذوالحجه است. فعلا ذوالقعده است، بعد از این ماه ذوالحجه است که ماه اسلامی دیگه خلاص میشه. بعد از اون محرم است که باز از سر شروع میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که بهترین روزهای دنیاست همین در روز ذوالحجه. در حدیث صحیح عبدالله ابن عباس روایت میکنه رضی الله عنهما، در صحیح مسلم و غیره کتاب‌های سنن است، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما من ایام، نیست روزهای العمل صالح، عمل صالح و نیک، احب، بسیار محبوب است الی الله با الله. الله اعمال صالح را بسیار دوست داره. من هذه الایام العشر، از این 10 روز کرده. 10 روز همین ذوالحجه را گفت که از روز شنبه انشاءالله آغاز میشه. فقال، گفتن یا رسول الله، ای رسول الله، ولا الجهاد فی سبیل الله، آیا جهاد در راه الله عزوم کده ای ثوابش بالاست؟ سعی کنین صحابه میفهمید که جهاد در راه الله
یعنی به خاطر حاکمیت دین الله جان دادن، مال دادن، این بسیار عمل بلنده. گفت از جهاد هم کنه ثوابش بالاست. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که ولل الجهاد فی سبیل الله، جهاد کردن در راه الله و هم به می نمیرسه به این اعمال. الا رجل، مگر همون مجاهد خرج به نفسی که بیرون شد به وجود خود، به جان خود و مالی و مالش، فلم یرجع، بازگشت نکند، من ذلك بشیء عظمی، یعنی مال و نفس خود در راه جهاد دست بده. یعنی مجاهدین چند قسم است، یکی که میره و پس میره غازی میره، یکی اون مجاهد است که میره شهید میشه. گفت اون مجاهدی که میره پس نمیاد، مالش هم در راه الله میره، جانش اونمو درجهش بالا و عمل دیگه. این مجاهدینی که جهاد میکنن و پس میان، از او کده این 10 روز اعمالش ثوابش بالاتر است. و حدیث اصل از این حدیث در بخاری هم است، مسلم هم بیان کرده. در حدیث ابن عمر، ابن احمد ابن حنبل روایت میکنه که پیامبر گفت ما من ایام، نیست روزهای اعظم عند الله که بسیار بزرگتر است درجه و مرتبهش پیش الله، ولا احب الیه العمل فیهن، نیست محبوبتر از این روزها که عمل کردن در این روزها من هذا العشر، از این 10 روز کرده. گفت یعنی بزرگترین روزهای دنیا، پرثوابترین روزهای دنیا، معظمترین روزهای دنیا. بعد از اون گفت که فاکثروا فیهن، زیاد بکنین شما در این روزها، من التهلیل، از تهلیل، و تکبیر و تحمید. تهلیل لا اله الا الله، تکبیر الله اکبر، تحمید الحمدلله. خصوصا که باز میخوانیم که بعدا حدیث براتون میگم، آیت آمد که در 10 روز تکبیرات که شروع میشه، همین تکبیرات که ببینین در او تحمید آمد، تهلیل آمد، تکبیر آمد. یعنی از تکبیر شروع میشه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. یعنی مطلقاً هر وقت باید بگوین، بسیار ثواب داره. از خواب بیدار میشی، در بازار از با آواز بلند مردا بگویا و این سنت احیا کنین، و زنها که از با آواز پایین هر وقت همین تکبیرات گفتن، از اول ذوالحجه شروع تا به روز 13 ذوالحجه، یعنی روز 4 ادامه پیدا کنه. این تکبیرات گفته برین. دیگه هم الله اکبر عظمت الله است، هم توحید و الوهیت و عبادت است، و هم حمد الله. این زیاد بگوین. دیگه سبحان الله و الحمدلله، استغفر الله گفتن و قرآن خواندن، نماز خواندن و غیره. با دیده روز عرفه است. روز عرفه که یک روز پیش از عید قربان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. نیست روزی که بسیار الله بندهای خدا از آتش آزاد میکنه، یعنی کسی که مستحق آتش شده، در او روز الله اینا را براءت میته از آتش، از روز عرفه. یعنی روز عرفه یکی از روزهایی است که الله بندهای خدا از عذاب همون بندهای صالح، همون بندهایی که اعمال نیک میکنند، از عذاب آتش اینا را آزاد میکند. و انه لیدنو، الله نزدیک میشه، ثم یباهی بهم الملائکه، بعد به ملائکه افتخار میکنه به وجود هم بنده هایی که عبادت میکنند. کسی که بنده های صالح که در روز عرفه عبادت میکنن به اینا افتخار میکنه. فیقول، میگوید ما اراد هؤلاء، این مردم چی اراده دارند؟ یعنی بنده های ما که عبادت میکنن در عرفات، در روز عرفه، چیزی کسی که حاجی نیست روزه گرفته و کسی که حاجی است در اونجا استاد است، اشک میریزانه، اینا چی میخوان؟ این حدیث در مسلم است. یعنی روز مغفرت و ذنوب است، روز بخشش گناه است. در این زمانه که ما شما هستیم قرن 21 یا در اسلام قرن 15، گناه ها موج میزنه. هر حرکت که میبینی یک نوع گناه صورت میگیره، گاهی به چشم، گاهی به گوش میشنوی، چیزی هم کده نمیتونی. و کافرای دنیا مردم به گناه تشویق قدر است، از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، از طریق موبایل، همین هر چی که میشنوی گناه است. یعنی انسان گناهش تا که الله گناهی نبخشه در جنت نمیری، در نعمت ها نمیری، مستحق عذاب آتش میباشی. پس روز مغفرت و گناه است و روزه گرفتن ازی یکفر سنتین. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که احتسب علی الله،
و امیدوار هستم، گمان دارم به الله ان یکفر، که الله محو بکند به سبب روزه گرفتن روز عرفه از سنت الماضیه، سال گذشته را، و سنت التي بعد، و سال بعدی را، یعنی 2 ساله گناه را الله به یک روز روزه گرفتن غیر حاجی که حاجی نباشد، در حاجی ها که از اونجا روزه نمیگیرند، الله گناهایش محو میکند. دیگه در این روزها روز عید است، روز قربانی است که مسلمانان را الله حکم کرده است که در این روز به الله نزدیک شوین توسط صدقه کردن، توسط ذبح یک حیوان به نام الله ذبح بکنین، با فقرا و مسکینان اینا توجه کنین. یک حدیث از ابو داود میگه که اعظم الایام عند الله تعالی، بزرگترین روزها به نزد الله یوم النحر، روز عید است. روز عید یعنی روز عید قربان که در اونجا مسلمان ها نماز عید که خواندن باز قربانی میکنن. این 10 روز الله بسیار مرتبه دادگی است. چرا؟ به خاطر که بسیار عبادت ها در جمع میشه. خب عقیده توحید که الله اکبر میگیم، نه لا اله الا الله، توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید است، از عقیده توحید شروع میشه کلمه شهادت. دوم نماز است، نمازها زیاد خوانده شود، روزه گرفتن، این 10 روزه که روزه بگیرین بسیار درجه داره. صدقه کردن و حج کردن، حج آمد یعنی 5 رکن اسلام در 10 روز جمع میشه. در حج فرضی در روز عرفه، حاجی در روز عرفه در عرفات نبود حجش نمیشه، این دمی 10 روز است. قربانی کردن هم دمی 10 روز است، دیگه وقت نمیشه. اهل علم در این اختلاف دارند که آیا 10 روز آخر رمضان برتریت دارد یا ای 10 روز ذوالحجه، زیرا دوم فضایل آمده در این آمدگی است. باز احادیث هر دوش آمده، با جمع در بین احادیث اینطور میکنند که بسیار یک جمع خوب است. محققین، محدثین، مجتهدین میفرمایند که از روزها که است امی 10 روز ذوالحجه ثوابش از رمضان هم کده بالا است، از 10 روز اخیر رمضان کرده. اما شبها که است باز از شبهای ذوالحجه کده شبهای رمضان ثوابش بالا. در شبها از رمضان، در روزها 10 روز ذوالحجه، این فکر کنین که امو روزهای رمضان پس بر شما بازگشت کردگی است، از او کده ثواب بالا. اینال در رمضان شب قدر است، در این روزا روز عرفه است، روز نحر است، روز ترویه است، روز اعمال بسیار بزرگ است. انسان چی کار بکند؟ اول توبه بکنیم از هر گناه. دوستا گناه ها بسیار زیاد است، یک تجدید توبه بکنیم با اون شرایطش، توبه ای که از هر گناه به الله رجوع کنیم و تصمیم بگیریم که یا الله دیگه هیچ گناه نمیکنم، نه صغیره نه کبیره. دومی که همه فرایض، سنت و مستحب ها را انجام میدیم. در توبه کردن است که به زبان استغفار بگوییم، قلباً پشیمان شویم و تصمیم بگیریم که دیگه هیچ به گناه نمیریم. اینا اگر می تو توبه کنی تمام گناهات الله محو میکنه و اگر مرگت بیاید ان شاء الله که الله وعده داده است که بدون از اینکه به عذاب بروی به نعمت ها میروی. مرگ برات نعمت میشه، مرگ برات تحفه میباشه. اول توبه کردن است. دوم اطاعت، فرمانبرداری. هیچ عمل صالح در 10 روز باید از پیش ما نمانه. هر چیزی که گناه است یا وقت ضایع کردن کلش، مثل که در رمضان ما شما موبایل ها را بند میکنیم، همین تو در 10 روز توبه خو الله حکم کرده، فرض است توبه کردن. آیات های زیادی است. یکی سورت تحریم الله میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای مؤمنین خبردار توبه کنین با الله با توبه نصوح، یعنی با اخلاص، توبه که دیگه با گناه نمیرین. و در سورت النور می فرماید که آیات 31 و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، توبه بکنین با الله جمیعا همگیتان ای مؤمنین تا که شما کامیاب شوین. یعنی کامیابی تا نیست که از هر گناه به طرف الله توبه بکنین. خصوصا در 10 روز اول توبه اگر انسان نکنه بعضی وقت اعمالش قبول نمیشه. بغض دارین، کینه دارین، بناحق به خاطر دنیای ریلا بتین، برین از برادر مسلمانتان پرسان کنین یا اگر دور از بری زنگ بزنین که من که تو کدام مشکل نداره. از اعمال 10 ذوالحجه این است که حج بیت الله الحرام چقدر ثواب بالا دارد. در حدیث صحیح بخاری متفق علیه میاد که
پرسان شد از پیامبر صلی الله علیه و سلم ای العمل افضل، کدام عمل بسیار ثوابش بالاست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ایمان بالله و رسولی، ایمان آوردن به الله و رسولش. ایمان خودش یک عمل است، زیرا در عقیده است و به زبان اقرار کردن است. بعد از او قیل ثم ماذا، بعد از ایمان و عقیده توحید و ایمانیات دیگه چی است؟ قال الجهاد فی سبیل الله، جهاد کردن به خاطر حاکمیت دین الله بزرگترین عمل است، زیرا در دین الله حاکم میشه. قیل ثم ماذا، بعد از کدام عمل بهتر است؟ قال حج مبرور، حج که مقبول باشد، مقبولی که دو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، گپای فحش بی حیایی گفته نشد، جماع و این گپا نباشد، جنگ نباشد و با اخلاص کسی حج بکنه، با عقیده توحید حج بکنه، حج مقبول. پیامبر میگه والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، حج مقبول نیست جزایش مگر جنت است. بزرگترین چیزی که انسان به الله نزدیک میشه فرایض است، فرض ادا کردن، بعد از اون نوافل و سنت ها و اینات. اول فرض، بعضیا در وقت فرض کرد در دیگه چیزا خود مصروف میسازه، در دیگه چیزا این کار صحیح نیست. وقت فرض که شد انجام فرض در وقت اونمو عمل، از او که در دیگه هیچ عمل بالا نیست. در این باره حدیث بخاری از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که حدیث قدسی است که الله میگه و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه، میگه نزدیک نمیشه به ما بنده ما که بسیار به ما محبوب است که نزدیک میشه مگر با او عملی است که ما او را فرض کردیم به بالش. یعنی توسط انجام اعمال فرض با الله انسان بسیار نزدیک میشه. بعد از او به نوافل میگه ثم یتقرب الیه بالنوافل، به نوافل یعنی اضافه از فرض اعمال میکنه حتی اکون سمع، تا اینکه ما گوشش میشم که میشنوه، چشمش میشم که میبینه، دست و پایش که حرکت میکنه. بعد میگه اگر دعا بکنه دعاش قبول میشه، اگر از یک چیز پناه بخواد ما او را پناه میتم. یعنی انسان اول فرایض است، فرض از پیش ما نمانه، سنت ها در روز دیگه باید بسیار با الله خود نزدیک کنیم. هیچ عمل نیک نمانیم که از پیش ما باند. اگر نماز است، قرائت قرآن است، ذکر کردن است، دعا کردن است، صدقه است، نیکی با والدین است، صله رحمی است، امر به معروف نهی از منکر است، احسان با مردم، ادای حقوق مردم، تمام اعمال نیک. حتی امی تبسم فی وجه اخیک صدقه، تبسم کردن در روی برادرت صدقه است. این هم از پیش ما. تمام اعمال در روز باید انجام بدیم. از جمله اعمالی که بسیار ثوابش بالاست و الله امرم کردگی است تکبیرات است که از اول ذوالحجه شروع میشه. این سنتی است که بسیار مردم هیچ خبر ندارند که در روز کدام عمل بسیار ثوابش بالاست. یکی تکبیرات عموما است و یکی خصوصی است. تکبیرات عمومی الله در سوره حج آیت 28 می فرماید لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، میگه تا که حاضر شوند در منافع، حاجی‌ها بیان به منفعتشان و یاد کنند نامهای الله را علی ایام معلومات، یعنی فی ایام معلومات، در روزهایی که معلوم است. یکی ایام معدودات است، معدودات ایام تشریق میگه که از اول عید شروع میشه، روز اولی، دوم، سیوم، چهارم، او را ایام تشریق پیامبر صلی الله علیه و میگه ایام اکل و شرب و ذکر لله، روزهای خوردن، نوشیدن، ذکر الله و عبادت الله است. یکی ایام معلومات. ایام معلومات اکثریت صحابه میگه که می 10 روز ذوالحجه است که در اینجا تکبیرات بگویی. تکبیرات ثبوتش حتی در حدیث بخاری، دیگه کتابای سنن است که عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، ابو هریره رضی الله عنهم، یعنی صحیح ثابت است بر روایت صحیح از 3 صحابی که در بازارها میبرآمدند با آواز بلند میگفتند الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، با آواز بلند. حتی کل بازار امیتو تکبیرات میگفتند. که حال ما شما در روزه اول ذوالحجه هیچ کس نمیبینی تکبیر بگوید، شما ایره بگوین و بلند بگوین. در موتر که بالا شدین 1-3 دفعه مردم یاد بتین، در خانه که رفتین، از خواب که خیستین، امیتو با آواز بلند تکبیرات گفته برین. و این ثبوت ازی که عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابو هریره رضی الله عنه با آواز بلند میگفت در حدیث صحیح بخاری است.
تکبیر خاص که است یعنی بعد از نمازهای فرض که است شروع میشه و دیگه اوقات بازو ایام معدودات است که دو از روز اول عرفه شروع میشه، بعد نماز صبح تا روز چهارم عید شروع میشه. الله اکبر الله اکبر که بعد از فرض میگن. بعضی مذاهب میگه تنها بعد از فرض بگویی. خب برای از او دلیل نیست، زیرا الله میگه که ایام تشریق ایام اکل، پیامبر صلی الله علیه و ببخشید میگه ایام تشریق روزهای خوردن است، نوشیدن است و ذکر لله، ذکر الله. نگفته بعد از فرض. بعد از فرض کسایی که تخصیص میکنن کدام دلیل خاص وجود نداره، بلکه عام بعد از فرض هم بگویی، هر وقت الله را یاد کرده بوری. خب یکی خود تکبیرات است، این را زیاد بگوین دیگه، سبحان الله الحمدلله، قرآن خواندن و اینا. دیگه اعمالی که بسیار تاکید شده روزه گرفتن است. روزه گرفتن 10 روز، مخصوصا با روز عرفه او خب بیخی از پیش ما یاد ما نرود. 10 روز یک حدیث از حفصه رضی الله عنها میگه قالت اربع لم یکن یدهن النبی صلی الله علیه و سلم، 4 چیز بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم را ترک نمیکرد در روزه. یکی صیام یوم عاشورا، روزه گرفتن روز عاشورا یعنی 10 محرم. دیگه والعشر، در روز الحجه و 3 ایام من کل شهر، از هر ماه 3 روز. این را پیامبر ترک نمیکرد. و رکعتین قبل الغداء، و پیش از نماز صبح 2 رکعت، یعنی این را میگه این را ترک نمیکرد. اینال این حدیث اضافه است از او حدیثی که از در روز پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد نشدگی است. وقتی که یک چیز مثبت باشه یعنی ثابت کننده باشد او مقبول می باشد نافی کرده. پس از اینجا فهمیده میشه که ثواب 10 روز خب پیامبر گفت ما من ایام العمل الصالح، یک عمل صالح روزه خب بزرگترین عمل صالح است. در حدیث میگه که یک روز روزه گرفتن 90 سال الله مسلمان از آتش جهنم دور می سازه. 90 سال را، مسیر 90 سال به یک روز. در این روزا باید بسیار دیگه زیاده است، خصوصا که باز روز عرفه است که براتون گفتم در حدیث صحیح مسلم میاد که یکفر السنه الماضی، یک سال گذشته را الله محو میکنه و الباقی سال آینده را به یک روز عرفه. دیگه اعمالی که انجام داده می شود و بعضی هم میگه واجب است و بعضی هم میگه که سنت مؤکد است، قربانی کردن است. انشاءالله در ارتباط اضحیه و قربانی کردن در جمعه بعدی باز تفصیلی در او باره صحبت میکنیم. یک چیز دیگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی میخواد قربانی بکند، این را انشاءالله باز تفصیلی در هفته بعدی میگویم که من اراده، پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که اراده میکنه یضحیه که قربانی بکند، اراده میکند قربانی کنه، یعنی سرپرست فامیل که پدر است یا اگر مادر می باشه اونمو سرپرست، همون یک نفر از فامیل که قربانی میکند، میگه فلا یقلم، نگیرد ناخونای خدا الاصفار ولا شعر، و نه موهای خدا، ولا بشرتی شعر بشرتی، موهای پوست خدا، یعنی نه موی زیر قول نه زیر نه، هیچ عضو بدنتا مویش نمیگیری، نه بروتا نه ریشه نه موی ها را و نه ناخونای تا میگیری. دیگه این بند است، این که پیامبر منع کردگی است. منش اکثر محققین علما میگه به تحریم است، حرام است، یعنی ممنوع است که کسی موی خدا بگیره. کسی که اراده قربانی را کرد دیگه ریش خدا، ریش کلا مثلا بعد ریش کل میکنه یا کم میکنه، نه دیگه توبه بکنه ریش نگیرن. همین قسم دیگه اعضای بدن خدا نه، زیرا یا یک نوع مشابهت با حاجی صاحبا میکنه، مثل که حاجی احرام بسته کرد دیگه همه چیز سرش منع میشه. با یک حدیث دیگه آمده است که عایشه رضی الله عنها میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله روز با خانمای خود هم بستری میکرد. با خانمش هم بستری کردن این چیزا جایز است، اما موی گرفتن و ناخون گرفتن این دو چیز ممنوع است. کسی که اراده قربانی را داره این میشه سر از روز شنبه 10 ذوالحجه شروع شد دیگه، شما این امروز خود برین اصلاح کنین، به خاطر که تا غروب آفتاب حق دارین بروتای تانا بگیرین، ناخونای تانا بگیرین و یا دیگه موهای بدن. از او بابات کسایی که اراده قربانی را دارن و قربانی سرشان واجب است، کسی توانایی داره که قربانی کنه سرش واجب است، صحیح دلیل همیشه که واجب است دیگه. اینا این بعد از می جمعه برین خدا اصلاح بکنین، اما موهای بدن تانا دیگه ناخونای تانا دیگه بعد از این بند تا که نماز عید خواندین و قربانی هم قربانی را کردین، باز گویا که شما در احرام هستین، باز براتون جایز میشه که انجام بدین را. اگر که جمهور علما میگه سنت مؤکد است، اما از نظر تحقیقی این است که واجب است، یعنی
که کسی دست نزنه در ریش خود، در موهای بدن خود، در ناخونای خود در و قطع کردن یا ناخون گرفتن و موی بدن گرفتن حرام است و ناجایز است. ایرا احمد ابن حنبل و بسیار محققین علمای گپ میگویند. دیگرها بعضی مکروه گفتگیست، بعضی سنت مؤکد گفتگیست. دیگر دوستا در روز کوشش کنین که زیاد اعمال انجام بده. ما شما الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه که همه اوقات و زمانه ها را ارزشش بفهمیم و اعمال نیک ادامه بدیم. کسایی که توانایی روزه دار روزه بگیریم، نمازهای خود زیاد کنیم، قرائت زیاد کنیم، اذکار زیاد کنیم، اعمال صالح خود در الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم.